بازار کبودی فروشی یا معروف به زیلان بازار یکی از کلانترین نقطه‌های سودا در شهر الماتو است. فروشندگان میوه و سبزیجات اساساً تاجیکانند. قسمی از تاجیکستان آمدند و قسم دیگر از سمرقند ازبکستان. مهم یونوسوف از شهر اسفره تاجیکستان است. او را در این بازار با تخلص یلتسین میشناسند. خودش میگوید هنوز در جوانی به خاطر فعال بودنش او را به رئیس جمهوری سابق روسیه بوریس یلتسین مانند میکردند. یلتسین تاجیک بیشتر این میوه ها را از ولایت سوغدی تاجیکستان میآورد. 92 سال همینجا اومدگی، اما پیشتر به اینجا پدرها باباهای ما همینجا اومده سبدا کردگی. ما اساسا اینجا مردم اسفره وروخ همینجا که کلینتش بسیار باشد سوداش نقش شدن میگیرد. مهمان یونوسوف 29 سال پیش به الماتو میوه خشک آورده یک لخت میفروخت. حالا به سودای چکنه گذشته است. او و دیگر تاجران تاجیک در قزاقستان حق اقامت دائمی دارند. به این سند به شهروندان خارجی اجازه سودا داده نمی شود. مشکل اساسی صاحبکاران در این بازار نرخ اجاره است. ولی میخیل کسی اپرات هر یک سومی فروختگی ما یک چکش میبروریم. این مسئله انداز با سونی аренда میگوید аренда هایکو аренда میگویم مکن روزمان پریوداش تاجیکی نمیدم اجاره میتیم. اینجا اجاره برای بازار میتیم. برای بازار اجاره отдельно налог отдельно. کار تاجران تاجیک در اینجا تنها به فروش میوه خشک محدود نمی شود. در بازار معروف به برخالک هم تاجران تاجیک زیادند. اکثر آنها زادگان منطقه رشت بوده در سالهای جنگ شهروندی به قزاقستان کوچیدند. تاجران میگویند سودا در اینجا نظر به تاجیکستان بیشتر است، اما اجاره دکان هم دندان شکن. به غیر از سودا مهاجران تاجیک در قزاقستان به بیناکاری و بارکشانی نیز مشغولند، ولی مهاجران ناکام هم هستند. آره که نمیدونن سوادشو کم است، اخلاقشو کم است. ایرو همی خورشیدنش ایرو همی. تاجران تاجیک به صورت عموم از شرایط کار در الماتو راضی‌اند و خود را سفیران تاجیکستان نیز می‌شمارند. نه تنها ما میوه تاجیکستان زردالوی خشک مردم تاجیکستان هم معرفی بکنیم. اینجا بسیار توریستا میبیان، ما گام میزنیم و یا کتی صحبت میکنیم، تاجیکستان ما دعوت میکنیم که روان تاجیکستان ما این میوه ها همش از تاجیکستان. اکثر آنها با سفارت تاجیکستان در آستانه رابطه خوب دارند و در معرکه‌های آن شرکت می‌ورزند. اما به گفته برخی از تاجران سفارت نه همیشه از حقوقهای آنها حمایت می‌کند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی.